خب وایسا ببینم 1 2 3 4 5 قسمت سختش گذشت. می‌بینی اگه 5 ثانیه اول مخاطب کنجکاو کنی و نگه داری معمولا تا آخر ویدیو میمونه. جدی میفرمایید؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ اصلا منم قصد ندارم شما رو کنجکاو کنم و نگه دارم و همین اول کار به شما میگم قرار نیست هیچ مطلب مفیدی به شما بگم و اگه فکر کردی قرار این چنل به دردت بخوره سخت در اشتباهی. تنها هدف ما تو این چنل اینه که اینترنت شما رو مصرف کنیم تا آخرین مگ اینترنت رو میکشیم. آره دقیقاً همینه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. ولی جدا از شوخی هدف این چنلمون اینه کنار هم دیگه بخندیم، یه چیزی یاد بگیریم، یه چیزی به داشته‌هامون اضافه بشه. الکی مثلا چرت گفتم. هدف اصلی این چنل اینه که من پولدار بشم، شما هم فقط اینترنت تو مصرف بشه. تو وضعیت دلار و خوشسالی و فلان و فلان و فلان ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم اگر بازم نباشه که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن. واقعا داشتن درآمد دلاری لازمی هر خانواده واقعا هست. حالا یکی ترید میکنه، یکی یوتیوبره، یکی هم دزده، حلالش باشه. حالا سوال پیش میاد مگه با دزدی هم میشه درآمد دلاری داشت؟ معلومه که میشه، چرا نشه؟ میری دلار میدزدی، به همین سادگی. کل یوتیوب هم الان زیر رو کردم شده چنل آموزشی، آموزش فلان چیز، آموزش فلان چیز. یعنی تو الان هر چیزی که بخوای آموزش تو یوتیوب هست. ولی یه نکته که خیلی مهمه، من چنلی که بتونه آموزش اصولی اتلاف وقت رو آموزش بده پیدا نمی‌کنم. تصمیم گرفتم که این تپه سالمو نذارم بمونه و خودم قله هاشو فتح کنم. پس برو که رفتیم. اگه فکر کردی قراره بگم لایک و سابسکرایب و کامنت بذار کور خوندی. از این سوسول بازی‌ها و از این خبرها اینجا نداریم. اون چیزا واسه شما با کلاس هست. اینجا سمت ما فوش میذاریم واسه کسی که ساب نکنه. تمام شد و رفت. تنها چیزی که میگم اینه منو گم نکنید تو این شلوغی‌های یوتیوب که حالا باید کار دارم. برو که رفتیم. خب بعد کلی حرف فقط یه جمله میمونه که آخرش که چی؟ طبق همیشه آخرش هیچی به هیچی.